سلام، من مهنازم و اینجا کانال مهناز تیکه. اینجا قراره در مورد هر چیزی که ذهنم رو مشغول میکنه حرف بزنم از زاویه دید خودم. اگه اولین باره که به اینجا سر میزنی باید بهت بگم که خیلی خوش اومدی به یک دنیای متفاوت از تکنولوژی و زندگی. امروز قراره که در مورد یه چیز واقعا هیجان انگیز صحبت بکنیم. هوش مصنوعی توی آشپزی. چی فکر میکنین؟ فکر میکنین که یه دونه ربات میتونه که قرمه سبزی بپزه؟ یا اینکه مثلا یه اپلیکیشنی باشه که بهت بگه که با چی توی یخچال چی درست بکنی؟ بریم ببینیم. خب چرا این موضوع باحاله؟ ببین، آشپزی همیشه یه هنر بوده، ولی الان داره یه جورایی تبدیل به علم و تکنولوژی میشه. بکن یه برنامه برات غذا طراحی کنه، یه ربات هم بسازتش، همه چی هم دقیق باشه، نمک به اندازه، نه سوخته شده باشه نه نپخته باشه. خب بریم سراغ یه پروژه خیلی خفن. پروژه IBM از شف واستن چی کار میکرد؟ میومد از همه اطلاعاتی که از غذاها و طعمها و مواد اولیه داشت یه سری ترکیبات عجیب غریب میساخت. اونا رو با هم دیگه مخلوط میکرد و یه دستور غذا تحویل میداد. مثلا میگفت که شکلات سفید و قارچ و چای سبز رو با هم مخلوط میکرد و خیلی عجیب غریب بود، ولی واقعا خوشمزه میشد. پروژه دوم اسپایس کیچنه، رستوران بدون آشپز. یه رستوران توی بوستان آمریکا هست که آشپز نداره. یه رستوران آشپز نداره، همه چی رو ربات‌ها انجام میدن. یعنی ربات مواد اولیه رو میریزه، میپزه و توی غذا سرو میکنه. یه اپلیکیشن خیلی جالب هست به اسم پلانت جیمر. کاری که این اپلیکیشن میکنه چیه؟ اینه که تو بهش غذاهایی که داری، مواد اولیه‌ای که داری رو بهش میگی. مثلا میگی که من یه گوجه دارم، بادمجون دارم و پنیر دارم. اون بهت یه دستور غذا میده، مثل اینه که یه سرآشپزی همیشه همراه تو باشه که به سلیقه تو بهت غذا پیشنهاد بده. سویت گرین یه رستوران زنجیره‌ایه که خیلی باهوشه. یه هوش مصنوعی داره که میاد بررسی میکنه که مردم چی دوست دارن با توجه به اینکه فصل چیه، چه مواد غذایی الان زیاده و ذائقه مردم چجوری شده. میاد و یک منو درست میکنه، یه منویی که غذاهاش هم خوشمزه است، هم بدون هدر رفته و همین که کم هزینه است. دیشکرافت ربات ظرفشوی. خب بعد از غذا چی میشه؟ ریلکس. ظرفا رو باید چیکار کنیم و ظرفا رو بشوریم. این هوش مصنوعی میاد نگاه میکنه ببینه که این ظرف چقدر کثیفه، بعد به همون اندازه میشوره، خودشو خسته نمیکنه، نه بیشتر نه کمتر. این ربات توی آشپزخونه‌های خیلی بزرگ خیلی کاربرد داره. خب آینده چی میشه؟ ربات ها توی خونه هامون میان؟ بله، همین الانش هم هستن. فرهای هوشمند، ترمومتر، یه فرهای هوشمندی هستن که وایفا هم دارن. شما بهش میگی که مثلا قرمه سبزی درست کن، اون خودش دما رو تنظیم میکنه، زمان میذاره نسبت به اون غذا و صبر میکنه و غذا رو هم تحویل میده بهت. خب اینا فایدهش چیه؟ بذار اول خوبیاشو بگم. اینه که خب زمانتو هدر نمیدی، بعد غذات نمیسوزه، مواد دوریزت خیلی کمتر میشه و اینکه میتونی با توجه به رژیم غذایی که داری، رژیم غذایی تو همیشه رعایت میکنی. ولی خب حالا بدیاش، اگه برق بره، اگه ربات اشتباه بکنه، از همه مهمتر از بین رفتن اون حس خلاقیتی که ما موقع آشپزی داریم یا
طعم اصیل غذای مامان‌پز، ما همه این چیزا رو ممکنه که از دست بدیم. پس نقش آشپزا چی میشه؟ وای آشپزا مثلا کارشون رو از دست میدن. نه اینطوری نیست. واقعیتش اینه که این هوش مصنوعی اتفاقا خیلی به آشپزا کمک میکنه، باعث میشه که خلاقیتشون بیشتر بشه. مثلا یه منوی دارن که 50 تا غذا دستور غذا داخلشه، الان هوش مصنوعی میتونه بهشون 500 مدل غذای باحال و خوشمزه پیشنهاد بده. خب دیدیم که هوش مصنوعی توی آشپزی هم داره غوغا میکنه. نظر تو چیه؟ به نظرت یه هوش مصنوعی میتونه که بهت بگه که چی درست بکنی؟ یا اگه یه ربات برات غذا درست بکنه اون غذا رو میخوری؟ حتما برام کامنت بذارین، نظرتون رو بگین و اگر از این مدل ویدیو هم خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی مراقب فکرات باش، چون که آینده از همین جا شکل میگیره.